این یه داستان واقعیه. تصور کن عده‌ای تریدر معمولی بخوان جلوی وال استریت وایسن. چی میشه؟ صندوق‌های بزرگ وال استریت روی ورشکستگی شرکت گیم استاپ شرط بندی کرده بودن. اونا پیش بینی می‌کردن که سهامش سقوط می‌کنه. اما هزاران تریدر معمولی در شبکه‌های اجتماعی متحد شدن تا نقشه‌های وال استریت رو به هم بریزن. با این خرید گروهی قیمت GME به معنای واقعی کلمه منفجر شد. نتیجه چی بود؟ همون صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ که روی سقوطش شرط بسته بودن میلیاردها دلار ضرر کردند و تریدرهای معمولی مثل ما تاریخ ساز شدند. این رویداد باعث ساخته شدن فیلم دامانی شد و این جنگ هنوز ادامه داره. میدان نبرد جدید، سهام AMC، بزرگترین سینمای زنجیره‌ای دنیاست. داستانی دقیقاً شبیه به گیم استاپ. تریدرهای خرد در مقابل صندوق‌هایی که روی ورشکستگی شرط بستن. عصر اینترنت قدرت رو از دست انحصاری‌ها گرفته. حالا تو بگو، طرفدار تریدرهای خردی یا غول‌های وال استریت؟ نظرت رو برامون کامنت کن.